سلام دوستای خوبم، انشالله که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. و یک سلام خاص برای کسایی که تازه به چینل سکینه آمدن. دیگه امروز آمدیم با پخت بریانی. انشالله که همه شما بریانی خوش رنگ و مزه‌دار در خانه خود جور کنین و بپسندین. بریم به طرف دستور پخت بریانی. خب دیگه این جنال روغن داشتم تا که روغن داغ شنه. اول گوشتایش را سرخ کنم، باز بعد از او دیگه پیاز و گرجش را دش اضافه کنم. ایمیل دیگه روغن خوب داغ شده، آماده گوشتا را بیتر کم کم میندازیم تا که سرخ شنه و بوی خامی گوشتم خلاص میشه کنم سرخ کنم. این دیگه دوستا داره گوشتم آستا سرخ میشه. ایش را گول کنی باز دیگه ایش بیاریم. البته جای دیگ را عوض کردم چون امو سمت راستی امو داغ از مو قصد و سعی نموسا جایشیم دفعه عوض کردم. و دیگه نال دیگ رشتم در سر اجاق گاز از سر از اجاق برقی رو طرف کردم چون در سر از اجاق برقی کستش برنج خوب دم نمیشه. در سر گازی اشتم تا که برنج را دیگه در ازی اجاق گازی پخته کنم. همون روغنی که در منش گوشتار سرخ دادم یکم همزو روغن گرفتم در منیزی دیگ انداختم. خب دیگه نال پیاز شم سرخ شده میتر آماده شده. البته بعضی ها کسته مگه که رنگ بریانی کس تیره تر باید. هر رقم خودگون چون دوست دارین. اگر بخواین که رنگ بریانی تیره تر باید پیاز را دلین که کمک زیادتر زرد چنه. باز اون مو باعث میشه که رنگ بریانیشون تیره تر باید. باز اون دیگه این گوجه رو دش اضافه نم. جلب اضافه کنم. 3 دندانه سیر داشتم که امو را ریزه کردم و سیر را داشت اضافه کنم. فلفل تازه داشتم فلفل را اضافه کنم. البته نظر در سلیقه خودتون چون اگر تلختر دوست دارین فلفل چرا خوب زیادتر کنید. اگر میگین نمیتر برابر باشد فلفل چرا کمتر کنید. خب دیگه نال گوجه من خوب سرخ شده. نال کمک اندازه یک قاشق غذاخوری روز اضافه کردم. روح را اضافه کردم. اندازه یک قاشق چایخوری زردچوبه. اندازه یک قاشق چایخوری دیگه تخم گشنیز. نیماکش را کم میندازم به خاطر که یعنی وقتی که گوشت سرخ کردم من نیماک اضافه کردم. اما اندازه یک قاشق چایخوری دیگه هم نمک یک وقت شور نشنه. مساله بریانی ما اینجا مساله بریانی استفاده می‌کنیم.
خیلی خوب شه. این نصفه پاک کردم زیر مساله بریانی را می‌ذاریم که خیلی طعم خوب میده. آماده که این دوستا دیگه اینا گوشت‌ها رو که سرخ دادیم گوشت‌ها رو اضافه می‌کنیم. گوشت‌ها رو دیگه خود این مواد رو یک شور بدیم که سریع قاطی شنه. اندازه 4 قاشق غذاخوری ماست دارم که باز این ماست را اضافه کنم. و دیگه نالی گوشت را پد ماست خودم این مساله ششته یک لحظه سرخ شده. اینا دیگه آب جوش را در مقدار لازم همه قدر که لازم آب جوش میندازیم. آب جوش را که اضافه کنیم باز دیگه برنج را برنج را اضافه کنیم. مواد دیگه نالی یک شور بدیم. وقتی که برنج را انداختین با سعی که نگردیدین آوش کم بود یکم دیگه آب اضافه کنین. اگر بس بود که هیچ. حالا دیگه از ما آوش کمه یک کمک آب دیگه هم بندازیم. حالا دیگه در دیگ را بستنی بلکه میتونه راستا جوش بخوره تا که آب برنجی که خشک شد باز دمیش را میلی دم کنیم. دیگه آبش هم خشک شده. آب برنج دیگه اینا دی وقتشه که دمی دیگ را بریم. تا برنج دم میشه گوشتایش هم خوب صحیح دم شه دیگه. مشکل دمیش هم میشه. ایر دیگه نال ملی بلده 20 دقیقه تا که برنج از مو دم شنه. بریانی از مو آماده شده دیگه. ببین دوستان چی